شناخت پدیده سکولاریسم، بخش دهم، تحریف انجیل و شریعت مسیحیت. در کنار تحریف توحید، مسیحیان دست به تحریف یکی دیگر از اصول و لوازم شرعی خود زدند. شکی نیست که الله تعالی بر حضرت عیسی علیه السلام فقط یک انجیل را نازل کرده و آن مکمل تورات بوده است و تنها کتابی که خداوند متعال ضمانت حفاظت آن را به عهده گرفته است قرآن کریم می باشد. موضوع تحریف انجیل از همان قرن اول میلادی رایج گشت و بیش از 70 انجیل تحریف شده پخش و نشر شده بود. آدام کلارک، یکی از شارحان اناجیل، می نویسد بدون شک اناجیل بیشمار و دروغین در اول قرن مسیحیت رایج و منتشر شده بود و همین موضوع و کثرت حالات غیر صحیح لوقا را تحریک کرد تا انجیل را بنویسد. مردم روم در مورد شریعت و دین به چند گروه تقسیم می شدند. گروه رومی که درجه بالاتری داشتند و به نوع مستعمر بر دیگر گروه ها بودند. این گروه دین توحیدی نداشتند، بلکه آنان در تاریکی های جاهلیت که دارای رنگ و زوایای مختلفی بودند غرق شده بودند. این طبقه حاکم با عموم مردم در اعیاد بتپرستی شریک می شدند. در واقع به غیر از امور شهوانی به هیچ چیز دیگری اعتقاد نداشتند. اما گروه با فرهنگ و تحصیل کرده آنها به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شدند. گروهی در تصوف و تجرید اغراق کرده بودند، گروهی نیز مریدان مدرسه ابی قوریه بودند که در بحث بهیمیت و حسیات افراط داشتند و دیگران نیز متأثر از مکاتب فکری بودند که متأثر از فلسفه‌ها و بتپرستی شده بودند. خلاصه اینکه رومی‌ها هیچ دینی را به صورت جدی که اعتقادات و تصورات و نظام زندگی خود را از آن بگیرند قبول نداشتند. دیانت مسیحیت نیز از جهت‌دهی و اجرای احکام شریعت دست کشیده بود. با مرور زمان این انحراف روش مقرر و تعیین شده قرار گرفت که کلیسا به آن اعتماد و تکیه داشت و بین شریعت و عقیده جدایی آورد و زندگی بشر را به دو بخش تقسیم کرد: زندگی دینی که مختص به الله جل جلاله است و محتوای آن روحانیت و غیر از احوال شخصی در امور دیگری نقش نداشت. بخش دوم نیز بخش دنیوی که مختص قیصر و قانونش بود که شامل تنظیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روابط بین الملل و نظام حیات عامه بود. بدین صورت قیصر و قانون و ایجای شریعت را گرفت و شریک الله تعالی قرار داد.